یک داستانی هم من به ذهنم میاد از ماه رمضان همون سالهای اولیه دبستانم. شاید مثلا کلاس احتمالاً دوم دبستان بودم یا سوم دبستان، 8 سالم بود یا 7 سالم بود. وقتی آمدم تو حیاط مسجد احساس کردم که این حیاط یه مرتبه مثل یه نورافکنی نورانی کرد این رو. من سرم رو بلند کردم، دیدم یک چیزی داره از بالا میاد پایین. حالا مثلا من بگم یک چیزی شبیه مثلا 1 متر در 2 متر در 3 متر، یک حجم اینجوری، منتها کاملا نور، یک پارچه نور، هیچ دیگه غیر از تلالو نور من چیزی نمیدیدم. و من حس کردم که گویی یک هودجی هست، داخلش افرادی هستن. مثلا یک چند دقیقه این هودج بود و بلند شد 2 مرتبه از جا و وقتی بلند شد منم راه افتادم باش. یعنی علیرغم این که من می‌خواستم برم مسجد، دنبال این راه افتادم و دیدم این هودج آمد به یک مسجد دیگر ده ما که با اون مسجد ما مثلا شاید 200-300 متر فاصله داشته، به مسجد بیرون دژ، گفتن مسجد بیرون دژ. دیدم این هودج آمد اونجا نشست، تو اون مسجد نشست و منم میدویدم تو کوچه که میدیدم این رفت اونجا، میدویدم که به اون برسم. و وقتی من رسیدم اونجا دیدم که این هودجم از روی اونجا تو همون وسط حیاط اون مسجد بلند شد و به سمت آسمان رفت. اما حتما یک خیالات نبود، حتما خواب نبود، من بیدار بودم، کاملا اون رو میدیدم، حس میکردم و من خیلی جالب توجه بود. جزو یکی از نکات بیاد ماندنی من در تاریخ زندگیم هست که هنوزم برای من آشکار و روشن نیست که اون چی بود من دیدم و مشاهده کردم. حالا امیدواریم این حاله حل بشه.